اما برسیم سراغ یه آپدیت مهم تو دنیای تکنولوژی که این خیلی مهم و خیلی تاثیرگذاره. در فکر میکنم 2 روز پیش بود که ایلان ماسک یک عکسی رو پست کرد از توییتر یا همون اکس و نوع اون به قول معروف یوزرهایی که به تازگی گرفته که حدود 460 میلیون نفر بوده در یک سال اخیر و نشون میده کوچ بزرگی در راه از اینستاگرام به توییتر و یوتیوب. این نکته خیلی حائز اهمیته به خاطر اینکه به تازگی اینستاگرام خیلی از پیج ها رو داره میبنده که فعالیت های سیاسی دارن، اصلا فرق نمیکنه مال کدوم کشور هستن و از کی طرفداری میکنن و این خب آزادی بیان رو در خطر میاندازه. واسه همین این عکس خیلی مهمه و حتی عکس من توی استوری گذاشتم و راجبش صحبت های کوتاهی هم کردم و این کوچ ادامه خواهد پیدا کرد و من هم پیشنهاد میکنم به همه دوستان که به زودی به توییتر